وزارت تندرستی تاجیکستان شام 12 نوامبر خبر داد که طی یک شبانه روز آخر در جمهوری باز یک حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان 3 نفر از بیماری مذکور شفا یافتند. در دوام هفته روان این وزارت الکی 5 مورد نو سرایت شهروندان به کرونا ویروس را رسما تصدیق کرده است، ولی درباره 3 بیمار شفا یافته تفصیلات داده نشده است که آیا آنها از جمله همین 5 نفر در هفته جاری سرایت شده بودند یا پیشتر گرفتار شده بودند. یادآور می‌شویم که وزارت تندرستی تاجیکستان از 13 سپتامبر به این طرف تنها روز 15 اکتبر 2 مورد سرایت به کرونا ویروس در جمهوری را تصدیق کرده. دیگر تا هفته جاری موردهای نو سرایت به این ویروس را انکار می‌کرد. بنا به آمار رسمی وزارت در مجموع از آغاز پاندمی تا شام 12 نوامبر در کشور 17091 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا صحنه ذکر گردیده 16965 شفا یافتند، ولی 124 نفر بر اثر این بیماری فوتیدند. ولی منتقدان میگویند شماره واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند.